دیروز یکم فوریه خب 2020 بود، اما 7 سال پیش 2013 یک بانوی مؤمنه بنده خدا امت محمد مصطفی علیه السلام و بانوی مذهبی محجبه در صفحه فیسبوکیش پیشنهاد کرد، هشتگ میگیم حجاب یک روز جهانی شود یا که یک جشن برای حجاب، روزی ایدی حجاب پیشنهاد کرد. هشتگ ده به زبان انگلیسی که روز جهانی حجاب 2013 7 سال پیش. او زن یا که دختر به نام نظمه خان یا که نظمک خان در یک رسانه خانم ساکنی بنگلادش بوده است، یعنی مقیم فعلا مقیم امریکاست اما شهروندی بنگلادش. در یک رسانه دیگه گفتن شهروندی پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان است که فعلا در امریکا زندگی میکنه. ببینید یک عملی بزرگ، یک بی‌نظیر میگن ایرا، خیلی عملا را بی‌نظیر میگن، نظیرش ندیدیم، ما و شما ندیدیم. پیشنهاد کرد در صفحه فیسبوکش که یکم فوریه هر سال روزی ایدی حجاب، ایدی زنان پاکدامن به رسمیت شما بشناسینش، قبولش کنید. و این کار شدن موفق شد. 10 میلیون دختر یا که زنان پاکدامن تمام دنیایی را دستگیری کردن. 10 میلیون. غیر از او 116 کشور 116 کشور این گپی این دختر را ببینید، یا نگون حکومت نبود، یگون ابرقدرت نبود. وقتی خداوند عزتت میته کو نیتی پاک میگن کو انا میای. این دختره گپش قبول کردن. اولین کشور امریکای ما و شما، ایالات متحده امریکا قبولش کرد، به رسمیت شناختش که هر سال یکم فوریه روزی بین المللی حجاب یا که روزی جهانی حجاب. در اینجا حتی من در رسانه ها دیدم بعضی نفرها که مسلمان نبودن، دخترها یا زنها حجاب کردن، گفتن ما دستگیری میکنیم همین روزه. یعنی بگذار مسلمان ها هم زن ها هم حق دارن که یک روز داشته باشن، یک روز داشته باشن. در اینجا با بدک همون مسلمان هایی که بنام مسلمانان زید برآمدن که ما خیلی روزا نمیخوایم. دخترها، زن ها، حتی بعضی مردا سطر حجاب کردن که خیلی روز در کار نیست. یا خیلی دشمنان مونند همین دشمنای ما و شما که با زبان میخواهن مسلمان باشن، بدیل از اسلام بذارن. خود در جمع زیاد صحبت نکنم، یک چند تا عکسایی که شما در اینجا میبینین، اما دختری که در پشت تنهایی است در اکران، همون دختری که قهرمانی بگیم برنامه ما یا که قهرمانی همین موضوع ما، همون نظمه خان که با تشبوس با بگیم حرکت مهنت زحمتی روز یکم فوریه در تمام جهان 116 کشور غیر از تاجیکستان در این مسئله اسلامی تماما نامشانه گیدایتری کاره خچه قفا میمونه. و دنبی جشنی صدر را گرفته، دنبی جشنی مهرگان را گرفته. من نمیدونم این جشن‌ها این مردم را زردوش کردن یا مردم را بخدا کردن یا چی کار کردن، این را من نمیدونم عاقبت چه، اما میدونم که برای بعد گمراهی هلاکت به یک چخری مردم بردن میپرتوی رحمان فی علیه لعنه. اونایی که حجاب به سر میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است، سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. خب این ملعون، این لعنتی، این بدین، به خدا، به ناموس، دیوس، دین فروش، اولین بار آشکارا زهر شد 2015 هفتمی مرد یادآور میشم که 5 مرد برادر ما و شما مبارز راه حق حاجی عمرعلی قوتفره در شهر استانبول ترکیه به قتل رسوندن. 5 مرد 2015 هفتمی مرد بر اومد. این همی گپایی که حاجی گفت شنویدین، یک تاش اینجا 2 قسمت 2 پارچه بود. اگرچه بدبخت بعد از این گپش 10 تا ویدیو قریب ما دیدم که درباره تحقیر، حقارت و پسزنی و دشمنی و نفرت به اسلام زنها را به ما و شما یا که به مردم ما و شما رساند یا که روشن کرد. شما ببینید میگه اونهایی که حجاب به سر میکنن، پیش همه میگه
به معرفتی و به ایفتی و به سوادی شونه. شما چه خیلی میفهمین ایرا؟ یک نفری که پیشوای ملتش میگن دانو و با سوادش میگن به سواد، نخو که تحقیر زنها را کنه. با سواد نخو که تحقیر زنها را کنه. عالم، دانشمند، میفهمیدگی شخص یکم در تاجیکستان نخو که اون هم با زیرتابه آشه. ای نگاه کنین باید ایگه پناه میگو. ایگه پا یک شخصی عادی اگر چی بگه عادی باشه، باید شهروند خطوری باشه. نفر که راه برای هیچ وقت با یگون به ترتیبی با یگون کاری بد ظاهر آشکارا دست نمیزنه. ما آیت قرآن را فقط سراغاش برای شما میگم. سراغاش سوره مبارکه نور آیت 19 23 و 31 میتونید که مراجعه کنید. آیت با سطر حجاب. سوره مبارکه احزاب آیت 33 و 59 پروردگار لایزال خداوند عرش و فرش شمال جنوب شرق مغرب دوزخ بهشت یعنی خالق شای الله صراحتا برای ما و شما، برای تمام مسلمان ها از زمان پیامبر، زنهای پاک دامن، کسایی که دعوای اسلامی میکنن، فرض کرد، حتمی کرد رومال یا که محکم کردن پیشی بر سر بدن زنه. اینا فرض میگن. اینا هیچ کس حق نداره که دیگرگون کنه، حتی یا قبولش نکنه یا قبولش ندارن. امروز این اوقی پدرها امروز اینا قبول ندارن، چی برسه یا یگون بگیم که کمبودی در برش بیارن، یگون روایت ها بیارن یا قبولش ندارن. ولی بعضی تا نمیفوره. ما میرم میگم کافر بدین زندیق ملحده، بعضی تا نمیفوره، اما این ما کافر مطلق میگم. نگاه کنید در دوام سخنرانیش میگه که دیم پرچشته نشانه با عفت بودن او نیست، میگه تنها سطر سیاه پوشی. شما میدونید که حقارت یا که دشنام میگیم ما، یک نفر ای مادرش حقارت کنن، نمین شما یک تماشا میکنین. من خودم مثال نمیارم، فقط در شما یک مثال میارم که نفری که مادرت حقارت کرد، مادرت در پیش چمد یا که ای دور آوازش تدا اومد نوار تا روی کردن، تو چه خیلی میشه؟ مادرت حقارت کرد، چه خیلی میشه؟ میگوی نابودش من جنگ نمیخوام یا که خدا بزنش این گپا میگو یا که تو یک جواب یا که یک صدا میکنی. اینمی حقارت اینمی ای منبری حکومت، ای منبری بلند حقارت اینمی حقارتی منطقی میگن. یعنی که فلان میکنم نام شرمگاه نگرفت، اما به عفت میدونین چرا میگن؟ یک زنی برهه ما میگیم دخترای در ترس، دخترای فاحشه میگیم، اینمی گپا گفت. غیر از این چندی نوار دیگه شده با گفتگی. اینا حقارت میگن. زنهای نمالدار و حجابدار و پاک در گپی دخل داره. همه نه سرلوچار نه. انا که شما تصور کنید که کسی که مادرت، خواهرت، زنت، دخترت حجاب داره، سطر داره، این گفت که برهه گفت خچه برهه و تازه و پاک نگیره، یعنی رمال میدوزه. این گپی خچه، این گپی من نیست، تهمت منتج هم نیست. و دای گپش با صادق مونده، دای گپش با صادق مونده، یعنی دای گپش با رفته سه بجای که بخشش پرسه عذر پرسه بیاد در پیش پای مادر رو بغلط سجده کنه بگم مرا ببخشید یک ایدان در حالت مستی برآمد، نه با میگم من نمیگذارم که کسی سطر کنه، میگم من این مبارزه رو میبرم. میگه این گپوشه ای چند نوار ما برای شما گفتم و ایرام دیده ردای میشوه، شما شاهدین. یعنی چی معنی داره؟ دشمن اسلام میگه من دشمن اسلام و دشمن خدا و رسولم. در اینجا این حق نداشت که زنها را بگه. این اگر نفرت به حجاب میداشت، حجاب دیگه چیزه. حجاب یعنی سرپوش یا که محکم یا که یک امری خداوند برای زنهایی که برای بسیاری چیزی حجاب استفاده میبرن، یعنی پشت پرده. حجاب دیگه مسئله که خدا فرضش کرد، زنهای ما و شما دیگه مسئله. این به خاطر حجاب، نگاه که دشمن اسلام به خاطر حجاب زنها را تأخیر داره. تو بگو که نمولات نبگیره که مرا نمیفوره، همین گپا بگو. یکی چی میگویی که و بیفتن نپاکن، گپی رحمانوف علیه لعنه. شما ببینید در جلسه‌ای که میگذرونه در اون تالارو، کاخ جامی، کاخ سامان، کاخ وحدت، کاخ بربت، تمامی دخترها باید سر لیچ پیشی بر لیچ باید که همو زونهای لیچ قطعی بیان در پیشی بشینن.
کسی که نمول میدوزد در پیشی نباید بیاد بشینه و کسی که نمیخواد در جرح داده نمیشود. اگر همون دخترها و زنها مسلمان باشن بگن وقتی تو نمیخوای که ما لیج بییم، ما هم نمیخوایم چهره پلیدی تو را ببینیم، باید او هم در همون تالار حاضر نشود.